بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارک. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. سلام به اهل ذوق و به اهل نظر. امروز در برنامه یکی از محققان اسلام شیخ محمد صالح پردیل حضور دارند و فعلا استاد را به شبکه یکم خیر مقدم میگیم. بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خیلی ممنون. و استاد عزیز، خواستیم صحبت ما در مورد عقل و علم باشد، یعنی دو نعمتی که برای یک انسان از جانب خداوند هدیه شده است و این هدیه را باید بسیار ارزشمند بپنداریم و بسیار قدر بکنیم. و میخواستم از نظر شما همچون یک محقق اسلام، عقل و علم در اسلام چگونه ارج گذاشته میشه؟ دیگر سخن از شما استاد، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. از خداوند خالصانه میطلبیم که خداوند ما و شما همه توفیق شکر نعمتهایش عنایت بفرمایند تا از نعمتها بهره مند بشویم. از همه برگزار کنندگان و مجریان این برنامه خوب و دوست داشتنی که دارن زحمت میکشن و این برنامه رو تدارک میبینن برای مردم عزیز و خوب و دوست داشتنیشون، و همچنین از همه بینندگان عزیز بی نهایت سپاسگزار و تشکر دارم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که با هم دیگه کمی درد دل بکنیم، گپ بزنیم. سوال بسیار ارزشمند و مفیدی است. خداوند عقل را مناط تکلیف قرار داده. از این جهت عقل در اسلام یا در فرهنگ دینی و قرآنی ما مهم است، چون مناط تکلیف هست. انسان مکلف نمی شود، قابلیت توجه خداوند پیدا نمی کند که خطاب خداوند به او صادر بشود تا اینکه عقلش به کمال برسد و به سن رشد و تمییز برسد. پس عقل سرمایه بزرگی است. دانشمندان اروپا و غرب در کتاب تکنولوژی فکر و قدرت انسان و فکر انسان میگویند که عقل انسان و فکر انسان در یک ساعت قابلیت و ظرفیت عبور 60,000 فکر رو از خودش دارد. این انسان چه موجودی است خدا میداند که اونو ساخته و اونو آفریده. خداوند در سوره الرحمن میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب میکنن به انس و جن، دو موجود خردمند و هوشمند. میگه که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای معشر انس و جن، اگر می توانید به اطراف زمین و آسمان دسترسی پیدا بکنید بفرمایید، ولی هرگز نمی توانید مگر با سلطان، و سلطان یعنی قدرت، و قدرت یعنی قدرت علم. انسان به علم است و تفکر، به علم است و تفکر. علم ثمره تفکر هست، ثمره عقل هست. اونهایی که بهره خوب از فکرشان میبرن، از عقلشون میبرن، بهره خوب از علم، بینش، اندیشه، تفکر و بهره خوب از
نعمتهای خدا نصیبشون می شود. همه نعمتهای بیکران و بیشمار خداوندی رو میشه با فکر و عقل و اندیشه به بهره برداری رسان. اگر انسان فکر را تعطیل کند، استفاده از کل نعمتها تعطیل می شود، یا نعمتها را به هدر می دهد، پایمال می کند، در نتیجه خود انسان پایمال می شود. پس عقل انسان و فکر انسان بزرگترین سرمایه‌ای است که در اختیار انسان هست برای رسیدن به کمالات. همینطور که گفتم، اما در مبحث عقل من در قبلا هم مصاحبه کردم، فکر 3 مبحث دارد. یکی فکر کردن، مفید و مثبت فکر کردن و جهانی فکر کردن. انسان به جایی میرسد که فکر او میرود. پیامبر صلی الله علیه وسلم در جزیره العرب، در اون چند سالی که از خدا عمر گرفتن، از بعثتش تا رحلتش، یعنی 23 سال از جزیره العرب خارج نشدن از اون محدوده جغرافیایی، یعنی تو اون 23 سال بعد از بعثت. اما با فکری و دوراندیشی و فکر بلندی که داشت به کل بشریت، رسول الله صلی الله علیه و سلم به کل دنیا سفر کردن، نه در زمان خودشون تا امروز. با فکر. پس انسان هر جای فکرش بفرستد، خودش هم همونجاست. خداوند دربارش میفرمایند و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم چون فکر تو بلند بود، برای کل بشریت بود. و علامه اقبال لاهوری این تفکر و این باور رو به بیت شعر میکشاند به اردو زبان و میگوید چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه، سارا جهان همارا، کل جهان و مردم جهان مال منن. یعنی به بشریت فکر میکنه. فعلا شما از این متفکر بزرگ شرق یاد کردید، میگه با اون مؤمن خدا کار ندارد که در تن جان بیدار ندارد. و شاید منظور علامه اون جان در تن عقل و علم باشد. بله بله. ما در قرآن 64 تا خطاب ویژه داریم. ما خطاب‌های خداوندی داریم به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو خطاب ویژه است برای بندگان ویژه و استثنایی. علما و مفسرین میگویند هر جای خداوند خطاب ایمانی میکند، میگوید یا ایها الذین آمنو، یعنی ای اهل خرد. پس هر مؤمنی نمیتواند مؤمن باشد مگر اینکه خردمند و اندیشمند و متفکر باشد. به خدا رسیدن تفکر میخواهد. به خدا رسیدن تفکر میخواهد. پس انسان مؤمن یعنی انسان عاقل. اگر امروز مسلمانی منسوب به اسلام کارهای بیهودی میکند، باید تجدید نظر بکند، اصلاح بکند، خودشو اصلاح بکند. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید.